خیلی خوب میشناسمش. همین کمانده فلانی قطعی کمانده فلانی انا چی دارد بازی دارد. همین یک دعا بوده که همین کماندمون مقصد غالب بیا. من اون دادری جان من البته فکر کردم که میگوی دعا که ایمانم کامل شد. دعا که مقصد من پایبند عبادت خدا شد. آخه از کمانده فلانی را بردم به تو چی نفع؟ به تو چی فایده؟ چرا فکر فلان کمانده در ذهن تو میگذره و فکر گورت نمیگذره، فکر قیامت نمیگذره؟ چرا نمیگوی دعا که خدای مهربان مرا توفیق ده نماز تهجد بخونم، مرا قوت بده که من از عهده تربیت فرزندان ببرم؟ چرا این دعا را طلب نمیکنی؟ یکی برادرای عزیز اینمی نه امروز را بینیم ما چیزهایی را طلب میکنیم که والله باور کن 5 تینه قدر در خانه گوری ما نداره. حتی کلانترهای ما در 70-80 رفتی سر یا از او پستر همین توی نبرگ ما ببینم مردم به آرمان، توی فلانی ما ببینم مردم به آرمان. نمیگه که اگر از الله مهربان خواهان همین که ایمان ببرم مردم به ایمان، مردم مثال به آرمان. یا بچه‌های قرآن خوانه در دنیا اگر ترک کرده بتونم مردم یگان آرمان ندارم. بین آن چیزهایی که لازمه تمناش نیست در ما. یک چیزهایی را تمنا میکنیم که برای ما یگان نفعی نداره. پیامبر میگه لا سهم فی الاسلام من لا صلات له. کسی نماز نداره در دین ما یگان درجه نداره. یک ما اگر بگیم تو ناآدمی ملال میشه. پیامبر میگه تو ناآدمی وقتی نماز نداری، تو آدم نیستی. میگه لا سهم فی الاسلام لمن لا صلات له. این پیامبر میگه. میگه موضع الصلات فی الدین کم موضع الرأس فی الجسد. نقش نماز میگه در دین نقش سر در جسد است. همین جسدی به کله بگیم چی نفت داره با کی در کاره؟ انا همین نقش همون کله برادر عزیز، همین نمازی در دین ما وقتی اگر اینا نداشته باشیم از پیامبر میگن که تو همین ناآدمی که ما میگیم همین ناآدمی در تو. ما یک برادر عزیز یک آدم علبی در سرخان و یک بیارن چوی بخوره، اگر ما بادایی که در حق ما یک گپی ناجا بزنه یا یک خیانت اندکی کنه جان ما میبرایم میگیم این بدبخت داریم ای در سرخان ما نان میخورد چای میخورد امروز مقصد چی؟ در حق ما این کاری گپا زده است، خیانت کرده است. برادری عزیز این قنوش نعمت خدا را میخری